خب بریم برای تست عملی دستگاه همیار تعمیر اینورتر. دستگاه رو روشن میکنیم، LED سبز روشن میشه، با دکمه ریست میزنیم که 6 تا LED قرمز به ما بده. این برد اینورترمون، این کمپرسور اینورتر، سوکت کمپرسور رو وصل کردیم، کمپرسور رو به برد اینورترمون وصل کردیم، سوکت های دستگاه رو به خروجی برد اینورتر وصل کردیم. این برق ورودی، این هم سیگنال ورودی برد. روشن میکنیم دستگاه رو. اینجا رو ملاحظه بکنید، به محض استارت خوردن کمپرسور چراغ‌های این صفحه قرمزها خاموش میشه. این معنیش اینه که این دستگاه، این بردمون در واقع خروجی اینورترش کاملا سالمه. هر سه تا فاز U, V و W کانال های منفی و مثبتشون تماما در حال کاره و اوکیه.